سلام، ما از امان خوش اومدید. توی این ویدیو تفاوت مفتول فابریک و مفتول تصنیع رو بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. توی ماده اولیه و روش تولیدشون. مفتول فابریک از طریق کشش سرد به صورت یک نواخت کشیده میشه. ولی مفتول فله یا تصمیعی از ضایعات برش کنار ورق تولید میشه و حین تولید اونها رو به هم دیگه جوش میدن. به همین علت اصلا امکان تولید مفتول تصمیع یک دست و یک نواختی وجود نداره. نکته جالب رو با هم بررسی کنیم. ببینید سیم تصمیع ضخامتش میخوام بگم یک دست و یک نواخت نیست، 1.63 1.75 1.89 85 میانگین 1.75. یعنی شما توی یک کلاف چقدر اختلاف. بریم سراغ مفتول فابریک آهنبار. صفرشون این مفتول آهنبان 1.45 1.42 1.45. می‌بینید که همش یک دست. بر اساس جدول گرم بر متر مفتول هر متر سیم 1.5 13.7 گرم وزن داره. هر متر سیم 1.75 18.5 گرم وزن داره. یعنی توی یک کلاف 10 کیلویی تصمیع شما 540 متراژ تحویل میگیرید. توی یک کلاف 10 کیلویی فابریک 730 متراژ تحویل میگیرید. توی یک تن حدود 20,000 متر اختلاف داره. یعنی هر یک تن سیم فابریک 73,000 متر طول داره. حالا 73,000 متر سیم تصمیعی که هر مترش برابر با 18.5 گرمه، یعنی 1 تن و 350 کیلو، یعنی 350 کیلو اختلاف. 1 تن سیم فابریکش میشه 37 میلیون تومان. 1 تن و 350 کیلو سیم تصمیع حدوداً 44 میلیون پولش میشه. 7 میلیون اختلاف. قابل توجه انبوه‌سازهای عزیز که هر 1 متر سیم برای شما هم 10 تن سیم فابریک میشه 370 میلیون، 10 تن سیم تصمیع حدود 440 میلیون. تازه از پوسته و دوده و ضایعات هم صرف نظر کردیم. ببینید سیم تصمیع همه میدونن ضایعات داره. دست من میبینید سیاه شده، ریزش داره. اینا رو اصلا ما نگفتیم، صرف نظر از اینا. پس ما هم دیدیم که در نگاه اول ممکنه یه محصول قیمت پایینتری داشته باشه، اما با یه دو تا چارتای ساده متوجه میشیم که در مجموع خرید محصول با کیفیت برای ما بصرفه تره. ممنون که ما همراه بودید. آهنبان همراه با اطمینان.